یک چند مسئله را میبینیم. موضوع سیدینین پرادنیکوف، پیوست نقل ها. فهمو؟ پیوست نقل ها یعنی مقاومت عمومی را میابیم. مقاومت عمومی را میابیم نکی با دیگر اصول. البته این اصولی که از ما میبینیم در مسئله های قین استفاده می شود، در مسئله مشکل استفاده برده می شود. در مسئله آسان همون اصولی که پای در پای پارالل همون اصولی که هست همون اصول استفاده برای خوب است. نه که در مسئله قین ایرا استفاده بردن خوب است، کار آسان میکنه. اما حاضر ما برای فهموندن همین اصول ما مسئله آسان هم انتخاب میکنم. فرض کردیم که مقاومت عمومی انا همین قطعه پای در پای، این مقاومت عمومی همین فرض کردیم ایش اری یک ایش اری دو را حساب کنیم. یا که مقاومت عمومی این زنجیر را حساب کنیم. انا ما در همین مثال های آسان همون اصول را در شما میفهمونم. در همین مثال های آسان میفهمونم برای فهم شدن موضوع. نه که اصلا این اصول در مثال های آسان خوبتر استفاده نکنید، در همون مثال هایی که در کار است استفاده میبرین. حاج ما یک در آخری نوار اگر دریافت کردیم میتونیم که در مثال های یگان مثالی مشکله با همین اصول کار کنیم. یگان مثالی که در همونجا در کار همین اصول استفاده بردن. خلاصه یک چند نکته را قید میکنیم. یکم فرق پتانسیل. ما گفتیم که اینجا یگان مقاومت داریم بین دو نقطه A نقطه B. شرط آن که جریان از نقطه A به B می رود، از A به B می رود این است که پتانسیل نقطه A از پتانسیل نقطه B کلان است و از حساب فرق پتانسیل ها جریان از نقطه A به B میگذرد. فهمو؟ یعنی که یک جریان میگذرد، جریان E بین نقطه های A و B. بگذار در همین بین نقطه های A و B اینجا میگیم چرن یاشیک قطعی سیاه. یکی یک چیزی که نامعلوم شما در فقط نقطه A و B معلومه. فهمو؟ جریانی که از A به B می رود ای عمومی معلومه. در بین او چی گپ شما نمیدونین؟ فرق پتانسیل ها به شما معلومه، ای عمومی به شما معلومه، یعنی که ای نول میگیم شما در معلومه و فرق پتانسیل ها به شما معلومه. فی A تعریفی B که این خیلی همون شدت بین AB ای اوی AB، این خیلی همون شدت ای اوی AB. و از قانون اوم برای قطعه زنجیر یعنی برای همه قطعه زنجیر ما میگیم که برای همه قطعه زنجیر ای نول برابر است به فی A تعریفی B تقسیم ای انا همه قطعه. اینا میگیم که اری اکویوالنتی، یعنی میتونه که یک ار باشه، میتونه یک چند ار باشه که مقاومت اکویوالنتی یعنی مقاومت عمومی هر همه هموار در نظر داشته باشه. یعنی پشتی همه قطعه سیاه میتونه که یک تنه و دو توجه باشه. فهمیدین نه؟ یعنی اری اکویوالنتیش در ما کار داریم. ما در همین دو تا اینفورماسیون، دو معلومات شدت و جریان باشه، ما دیگه پای در پای پاراللش اهمیت ندادن مقاومت عمومیش در حال یافته میتونیم با واسطه همین دو چیز. یعنی چه میابیم؟ اری اکویوالنتی برابر است به فی A تعریفی B تقسیم ای نول. بیاین انا همین اصولا در انا همجا استفاده میبریم. اینجا می نویسیم که ای نول اینجا اری یک اری دو نقطه A B. ما در چی در کارای؟ فی A تعریفی B در کارای. این اینجا در ای نول میگذرد. یکم همین اصول در چی چیز مهمه؟ موضوع پیوست نقل ها. وقتی شما پیوست نقل ها را میگذارین اولی قانون اوم نمیگذارین. فهمو؟ قانون اوم بعد پیوست نقل ها یعنی که در اینجا شما میتونین که وقت قانون اوم ندونسته پای در پای اری یک جمع ارده کنه. اری عمومی برابر اری یک جمع ارده. نه که برای این اصولی که من نشون میدم اصولی تقسیم شوی جریان ها قطع میگذاریم. اصولی تقسیم شوی جریان ها همین اصول ده باید شما قانون اوم و قاعده های کیرکوف کم کم بدونین و فرق پتانسیل ها را حساب کردن. فهمو؟ یکم باید شما دونید که فرق پتانسیل های بین دو نقطه که با واسطه سیم نقطه میگذرد یعنی چه خیلی؟ یعنی که اینجا نقطه A اینجا نقطه B C اینجا نقطه B
باید دانید که فرق پتانسیل بین نقطه‌های A و B که با واسطه یک نقطه دیگه میگذرد با سومه فرق پتانسیل های بین این نقطه یکم دوم سیم برابر است. یعنی چی؟ خیلی من نمی‌فهمم اینجا. فی A طرح فی B برابر است با فی A طرح فی C. اینجا تو اینجا با جمع فی C طرح فی B. فهمو؟ شرط همینه که همین یک خط باشه. دیگه چیزی که باید شما با اعتبار بگیرین همین که فرق پتانسیل بین دو نقطه دیل خو راه قطعی برین اگر راهی زنجیر سربست باشه با شرطی. فهمیدین نه؟ دیل خو راه قطعی باید خیلی باشه. یعنی که فرق پتانسیل این نقطه A و این نقطه B این طرف قطعی هم برین خیلی این پایان قطعی هم برین خیلی. فهمو؟ یعنی این راه قطعی میرین همو یک قیمت است. این قطعی خیلی هم برین همو یک قیمت است. فهمو؟ الان چطورش شما باید با اعتبار گیرید. فهمیدین؟ با این چونین در پیوست پای در پای جریان ها برابرند با اعتبار گیرین. در پیوست پای در پای جریانی که عمومی که با سیستم مد رویت برابر است با جریانی که چریز با واسطه مقاومت یکم میگذرد برابر است با جریانی که با واسطه مقاومت دوم میگذرد. در پیوست پای در پای جریان ها برابرند. فهمو؟ و شدت عمومی چی است؟ همون فی A طرح فی B است. با سوم شدت های انا همین قطعه ها برابر است. یعنی که در این پای در پای که اگر مقاومت R1 باشه یا مقاومت R2 باشه باز اینجا می نویسیم همین مثال. یعنی که اگر اینجا یک نقطه C داشته باشیم برای از نقطه A به B رفتن ما باید اول A به C بیایم بعد C به B رویم. این معنا داره که در پیوست پای در پای شدت ها جمع میشوند. فهمو؟ یعنی که فی A طرح فی B برابر است با فی A طرح فی C جمع فی C طرح فی B. فهمو؟ اما اینجا چی نیستیم؟ فی A طرح فی B برابر است با اگر اینجا یابیم میشه ای فرق پتانسیل بین دو نقطه برابر است با حاصل ضرب جریانی بین آنها و مقاومت بین آنها. یعنی فرق پتانسیل بین این A و C چیه؟ E0 ضرب R1. مصطفی فرق پتانسیل بین A و C این A و C حاصل ضرب جریانی که بین هم نقطه ها میگذره و مقاومتی که بین هم نقطه ها هست. E0 ضرب R1. یعنی که فی A طرح فی B برابر است با چی؟ این از چیه؟ E0 ضرب R1 یعنی O1 جمع E0 ضرب R2 یعنی که O2. فهمو؟ این میره اگر با عبارت دیگر بنویسیم این چیه؟ ای اوی عمومی برابر است این چیه؟ ای O1 جمع ایش چی؟ ایش O2. فهمو؟ جا به ترتیبش نه که هیچ گپ نداره. شما فهمیدید نه میشه؟ الو نفهمیدی؟ این نگاه که فرق پتانسیلی بین دو نقطه شدت بین هم نقطه های. فهمو؟ فی A مینوس فی B بین دو نقطه زنجیره در عموم اوی عمومی میشه. فهمو؟ برای که دو نوعی زنجیره مبین نیست. برای اون کی چیز نگاه نفهمیده باشم اینجا چه رنگ مصطفی نگاه کن. این فهمیدی که اوی عمومیه برابری این ایش معنا داره که اول ما A با C میایم بعد C با B. A با C این میشه O1 در بین A و C چه مقاومت R1 مونه شدتی که با R1 میافته O1 جمع با C تا به O2. فهمو؟ ای A تا C مون E0 ضرب R1 میشه جمع ایش فهمیدی؟ تمام. وظیفه ما در همین اصول یکم برای R اکویوالنتی یعنی مقاومت اکویوالنتی عمومی را یافتن شما یکم معین کنین جریان عمومی را با واسطه جریان های تقسیم کردگی خودتون دیگه معین کنین فی A طرح فی B را با واسطه E0 و اروی که در داخل هستن. R اکویوالنتی همون R عمومیه یعنی که اکویوالنت یعنی که دو اومه را بگیری پیوست کنی پای در پای اکویوالنت میشه. مثال یک 4 اومه را بگیری در جای همو پیوست کنی همو رولا بازی میکنه یکم فرقی نداره. مثال انا که رفتیم همین زنجیره بیا یکم پای در پای ایریا جمع اردره بگیم که گویا که با همین اصول وارد کردگی خودمون اثبات میکنیم نه که اصلا بگیم اساسا گیریم خیلی زی اثبات نیست. ما فقط همین اصول استفاده بردیم برای که ما یکم این موضوع میآید بعد این موضوع نه که ما از موضوع دیومگی که هسته یک موضوع را گویا اثبات میکنیم یعنی گویا از فرم اشتاب فرم سرعت مثال نه که خیلی نیست. نه خیلی انا بنویسیم این نولی ما گفتیم این نولا معین کردیم که با چی برابر است با E1 با E2.
یعنی که اگر ما جریان میمونیم در بین همه نقطه های A و B A پلوس B مینوس شدت جریان از پلوس به مینوس میرود و در بین آنها از نقطه هایی که از همه دورترن از پلوس مینوس در این حالت هر نقطه ها یک خیلی دورن از پلوس مینوس. نه که اگر زنجیر ما مرکب باشه از در نقطه هایی که تقسیم شود در جای از همه تقسیم شدگی زنجیر هستند، در جایی که از همه زنجیر بیشتر تقسیم شدگی در همون نقطه ما باید جریان سرتیم، جریان ای خورد فهمیدین؟ و در اینجا اگر از سر بتیم ای نول ما برابر میشه به همین ای فهمو؟ و این زنش ای میشه که ای نول ار یک جمع ای نول ار دو یا که ای ار یک جمع ای ار دو ای خورد. یعنی فی ا تعریفی به یکم چرا؟ یکم معین کردیم که ای نول ما با ای خورد برابر است. دی معین میکنیم که فی ا تعریفی بمون برابر است با ای ار یک جمع ار دو. اینجا ای نول ما ای خورد است از خاص برآوردیم. سیم از فرمولای انا همون خود ار اکویوالنتی استفاده میبریم که در اینجا این فرمولا رو نوشتم. فی ا تعریفی به تقسیم ار اینا فی ا تعریفی به اون چیه؟ ای ار یک جمع ار دو تقسیم ای اینا تقسیم ای نو انا برابرش با ار یک جمع ار دو. فهمیدین؟ گوش کنین کی دیم پارالل اثبات میکنیم. پارالل انا زنجیری پارالل داریم. او زمین جمعه گپ گفتم که جریان های شروع میکنیم جریان دادن در نقطه هایی که از همه از در نقطه های در قسم های زنجیره که بسیار تقسیم شدگه. در اینجا جایی که تقسیم شدگی نیست زنجیر انا اینجا جایی تقسیم شدگه همه جا از همه در بسیار تقسیم شدگن هر دوشون. برای هم در این اینجا یکم ای سر میتیم یکم ای فهمو؟ این اینجا ار یکای اینجا ار دو ای نولی مو این همیشه ای نول اینجا ا اینجا ب پیش ای باید یک چند نقطه دیگر همه این نقطه‌ای که ما گفته هستم کو با اعتبار بگیرید. اینجا پلوس مینوس هم معین میکنیم شما سمتی تقریبی جریان رو نشون میتین. جریان تقریبا اینم که میگذره اینا نشون میتینم برا فهمیدین سمتشون بعد قیمت میتین در جریان اینا در قیمت دادیم ای فهمو؟ انا در دو تا پارالل ده مقاومت پارالل ده باید قیمت داده تونه. وقتی در ای دادن کو قیمت اینا در وقتی x دادن x ده تا معلوم نتین باید همین دام یک وای بتن کی یک جریانی بتن کی وای همون جریان دادگیتون با واسطه ای ایفاده افتگی باشه. فرض کنیم که ای کشید ایش دو ای میشه یا که سه ای میشه مثلا ای یا که از درجه اگر این ار باشه ای دو ار یعنی ار یک ار معلوم باشه ما میتونیم که ای را قطعی این جریان ای معین کنیم. نه کی از یا حرف قطعا ما معین کردن نمیتونیم. ما از چی استفاده میبریم؟ از اون که شدت همه چیزا قسمای پاراللن کو شدتشون برابر است یا که فرق پتانسیل بین این نقطه ها ای راه قطعی و ای راه قطعی یخیل است. یعنی ای راه قطعی رو مگر ای راه قطعی میشه ای ضرب ار ای راه قطعی میریم تقریبا x میتیم x میره فرض کردیم اینجا نه که x نمونه در زنجیر x در این اینجا میمونیم x ار دو فهمو؟ x همه رو بیم این خیلی رفتیم این خیلی شید این طرف قطعی x ار دو جریانش ضرب شدت نه x نم این اینجا نموندم مولی من اینجا باید و با واسطه ای x هم معین کنیم x یافتم اگر چی میشه ای ار یک تقسیم ار دو فهمو؟ یعنی که این اینجا در مگذشته ار یک تقسیم ار دو ای یک فرق نداره. من این روز برای فهمیدن شما نایستم اگر من یک برای ای ار یک تقسیم ار دو میموندم فهمو؟ این ایرا فهمیدین؟ انا با همین اصول جریان وقتی در اینجا دادن ای را باید همه جریانا را کوشش کنه که با واسطه همون جریان یکمگی وارد کردگیتون ifade کنین. آها شدت ها برابرن برای همون شدت ها برابرن گفتیم با چی گفتیم؟ با همون شدت ها برابرن نه با دیگه زبان گفتیم با زبانی که پتانسیل بین این نقطه و این نقطه ای راه قطعی و ای راه قطعی برابره. این ترجمه همون گپی که شدت ها برابرن ترجمه همون گپه یعنی که همون معنی را داره. دالشی این اجازه این نول ما باید وظیفه داریم که با واسطه این معین کنیم. یعنی که این نول برابر است با واسطه چیزا ای
و مقاومتایی که البته دودگی ما باید اری اکویوالنتی را با واسطه همو بیایم کو. یعنی که در بین همین ای نول وابستگی ای نول از ای خورد یک مقاومت و خورد مقاومتایی که به ما معلومه در زنجیر هیچ گپ نداره همون باید باشن. بچه بخیر خوب گوش کن. ای نول برابر چی میشه؟ این ای جمع این ای. فهمو؟ ای جمع چی؟ بگو. اری یک تقسیم اری دو. ای با چی را از قسم میبریم؟ ای را از قسم میبریم در داخل قسم میمونه. یک جمعی انا ای نول با واسطه ای خورد معین کردیم. فی ا تعریفی برم معین میکنیم. فی ا کدام راه قطعی بریم دل خواه راه قطعی فی ا تعریفی ب با ای رو هم همون خیره با ای رو هم فهمو؟ پس ما بالا قطعی میریم برای که یک ای داریم بالا قطعی میریم ای ضرب ار یک میشه بالا قطعی فهمو؟ فی ا تعریفی برم با واسطه ای خورد دیگه مقاومت ها معین کردیم اینا کردیم تماما که ار اکویوالنتی برابر است با فی ا تعریفی ب یعنی کی نمی تقسیم چی تقسیم ای نول ای نول مو چیه یک جمعی ار یک تقسیم ار دو. انا دیدن که چی با ما همه چیزا با واسطه ای خورد معین کردیم برای اون که ای خورد در آخر اختصار میشن ار اکویوالنتی برابر میشد با نگاه کنین ها ار اکویوالنتی برابر است با فی ا تعریفی ب اینا تقسیم ای نول اینا موندم فهمو انا که نگاه کنین در جمع کسر دارم کسر ما صورت داره مخرج داره مخرج کسر ما با یا طریقه کسر داره انا اون مخرج انا همون کسر نگاه میکنم چی داره ارید بچه راست بشی ارید با خاطر اون که کسر ما خیلی سیتاجا نشوه صورت و مخرج با ارید ضرب میزنم بالا را ضرب میزنم یگان تغییرات نمیشه ار یک پروست ضرب میشه با ارید یعنی که بالا را با ار یک با ارید ضرب دادم پایان وقتی من با ارید ضرب میزنم پایان ما دو اعضا داره یک داره و نه کسر داره یک هم با همون ارید ضرب میشه کسر هم با ارید ضرب میشه فهمو یک منظر به ارید میشه ارید جمعی کسر وقتی ضرب میزنیم ار یک تقسیم ارید را با ارید با ارید اختصار میشه ار یک خالی میمونه انا همون فرمولا که ار یک ارید تقسیم ار یک جمع ارید بد کو برو مدینه فهمو انا اگه تستر دالشه уже ما тест کار میکنیم نگاه کنیم مثال نمی مسکوف کنم مسئله صنف 8 او صنف 8 در اینجا چه 211 یک چند واریانت داره 211 را اوزی همشه میبینیم به همین اصول 211 مسکوف کناره مثال نیره ما مایده تر تصویر میکنم اینا میرم میگه اری عمومیشه بیام اگر هر یک کدامش ار باشه 2 اوم دودگه ما دقت کار میکنم ار قطع کار میکنم فهمو اما اریمو 2 ما حرف قطع کار میکنیم شما بعد رقم شمونین اینا هر کدامش ار باشه اینجا سر میتیم ای نول ای نول اینجا پلوس میمونم اول اینجا مینوس میمونم میدونم که جریان در هر یک کدام ایو همین طرف میروه ای خورد سر میتیم در ای خورد وقتی سر میتیم میدونم که همشون در پای در پای میگذره فهمو همشون در پای در پای میگذره پس ای نول ما برابر است با انا همون ای خورد نیستیم فی ا تعریفی بمون برابر است با ای ار جمع ای ار جمع ای ار جمع ای ار 4 ای ار فهمو ار اکویوالنتیمون برابر میشود با فی ا تعریفی ب تقسیم ای نول 4 ار تقسیم ای 4 ار اینا نفهمیده باشین هیچ گپ نداره میرین ویدیوش میبروه زمین 05 x نمیمونین تماشا میکنین فهمیدین نه یوتیوب داره وای فونکسیون 05 x در اینجا نگاه کنین پاراللش ده 4 تا گفته است فرق نداره وقتی 4 تا کی باشه این همین نقطه در ایش هم پیوست باشه در ایش هم فرق نداره همش پاراللن سرانو پاراللن همشون ارای برابرن اینجا در ای نول پلوس مینوس اینجا هم ای نول جریان ها معلوم است که از طرف پلوس به طرف مینوس میروند هم خیلی در جای تقسیم شدگی زنجیر ای خورد سر میتیم ای خورد وقتی سر میدیم از بس که یا پاراللن به همش برابره به همش ای خورد میروه فهمیدین نه اینجا دم ای خورد میروه اینجا دم ای خورد اینجا دم ای خورد و این اینجا چند ای میگذره مصطفی برای که ای اومد 4 تا تقسیم شد فهمو با اینجا جمع میشه با همون میشه یعنی که جمع ای نول برابر است با 4 ای خورد فهمو انا که فی ا تعریفی برم میابیم
فی ا طرح فی ب برابر است دل خواه راه خطی میریم از جمله همین راه مبنگی خطی میشه ای ار. فهمو؟ فی ا طرح فی ب دل خواه راه خطی راست میره یا که بولوگیش خطی هم برای فرق نداره در کنه که اگر این خیلم برای کو بیای بو ابرد نه خیل بیای چرا نو ای ار میشه این خیل میره نگاه این خیل میره ای ار اینجا پروتفی ای که خطی با 0 میشه ابرد نه فهمو؟ با این جمعه با پلوس ای ار 0 پلوس ای ار میشه ای ار یعنی که دل خواه راه خطی برای نگر یک فرق پتانسیل یک خیله فهمو؟ انا ای ار ار اکویوالنتی باشه برابر است با فی ا طرح فی ب تقسیم چی؟ تقسیم ای 0 فی ا طرح فی ب تقسیم ای 0 اینا یا میروان ار تقسیم 4 اینا انا کیش نگاه کنیم هر دیو یا مقصد برای ترینیروف کردن رزمی کم گرم شدن انا که ببین خب یا کمتر خیلی میکنیم با همین اصول زورتر افکتیونی تره پلوس مینوس هم میمونیم سمت جریان را تقریبا معین میکنیم پلوس مینوس هم مونیم سمت جریان معین کردیم از جای تقسیم شدگی ای خورده سر میتیم اینجا دم نچین ای خورده اینجا دم ای خورده به خاطر چی به خاطری که برابرن هر سش در پرالل وقتی مقاومت ها برابرن جریانشون هم برابر میشه برای چی برابر میشه برای که شدت ها باید برابر باشن فهمو اسکالریه قوه جریان اسکالری میگن اکوس نه آخه وقتی مقاومت ها که برابرن بعد برابر میشه جریان وای همه خیله tak وقتی اینجا ای رفت значит اینجا ای نولی ما 4 ای میشه ای 3 اوکی 3 فهمو با واسطه اینا هم 3 ای میگذره برای هم قسمی تقسیم نشدگی زنجیره با واسطه وقت جریان عمومی میگذره جریان عمومی که ای نولی ما چند شد 3 ای در هم ای نول میگذره معین میکنیم ای نول برابر 3 ای خورد فی ا طرح فی ب را لباش خط میریم فی ا طرح فی ب برابر است با این راه مبنگی خطی که بولوگی خطی فرق نداره این میشه که ای اری خورد جمع 3 ای اری ای خورد ار جمع 3 ای ار ای ار جمع 3 ای ار ای ار جمع 3 ای ار فهمیده است مصطفی شما چی دیگه رو 4 ار ای ار 4 ای ار اینو معین کردیم فی ا طرح ب را معین کردیم ار اکویوالنتی برابر است با 4 ای ار تقسیم 3 ای فی ا طرح ب تقسیم ای 0 ایو میروند 4 تقسیم 3 ار اینا اینا دو اومای میمونی 4 کرده 8 تقسیم 3 دو چند 260 چند نه 267 تقریبا خطا نکنم اینا فهمیدین انا از گفتم دوامی جمله ما نگفتم همین اصول در زنجیرهای کار میکنن که مقاومتاشون همش برابره کار میکنن در دل خواه زنجیر نه که در این زنجیرها خشک‌تر کار میکنن فهمیدین وقتی همه مقاومت‌ها برابره دیگه شما یه ساعت فکر نمیکنه که اینا ای گذشت این مقاومتش زیادتر یا کمتر که باشه دیگه این میگذره در جاش شما در حال میدونید که همش این میگذره این اصول در خیلی زنجیرها تستر کار میکنه انا خیر انا اکنون این زنجیر 216 مسکوف کنم 216 216 مسکوف کنم میگه که مقاومت عمومی را بده اگر ارد اون باشه یعنی که یک زنجیر دادگی است انایش کمتر نیستن در کمتر مقصد حسابی که سیم ها کج چسبونده شده شما میتونید که خودتون گم کنید نه که اگرون خیلی وای نداره مشکلی نداره نه واسه نگاه کوخی اینایش 3 ارای اینایش 6 ار اینایش ار ایش هم ار نگاه کنید نکن راست بشی این اینجا خود پلوس اینجا مینوس جریان ها از پلوس به مینوس میرن یعنی که نخی میرون به مینوس ها این خیلی جریان ها میرون جای تقسیم شدگی زنجیر این اینجا اینا تقسیم شدگی زنجیر که یک تا اومدگی زنجیر بعد تقسیم شدگی دو تا بعد با اومدگی با یک تا فهمون در جای تقسیم شدگیش در مقاومت کلونی اری خورد ای خورد میتیم در جای تقسیم شدگی با مقاومت کلونیش در ای خورد میتیم مایدک شدن کدامش کلون مقاومت ها در جایی که تقسیم شدگی جریان یعنی زنجیر تقسیم شدگی دو تا پارالل در همه جا مقاومت کلونیش در ای خورد میتی
این مقاومت کلانیش کدامه 6 ار. انا همو در ای خورد متی 3 ار میدونی که ای 6 ار چند برابر خورده 2 برابر. پس با واسطه این جریانی 2 برابر زیاد میگذره. پس با واسطه این 2 ای میگذره. با واسطه این 3 ار 2 ای میگذره. فهمو؟ چی با ما در ای خورد دادیم در این ندادیم برای که وقتی در ای میدادیم در ای تقسیم 2 میگذشت. ا تقسیم دادم معقول نیست ضرب خوبه. نه در ای میتیم اینجا 2 ای میگذره. پس ای ضرب 6 ار میشه 6 ای ار 2 ای ضرب 3 ار با میشه 6 ای ار. فهمیدسته؟ انا وقتی ای در 2 ای دادیم ای در ای значит اینجا چند ای میگذشته 3 ای میگذشته ای دادم 3 ای می اومده است. فهمو؟ پس ای نولیمو ای همون 3 ای ای می نویسیم ای نول برابر است با 3 ای فی ا طرح فی ب برابر است با دیل خورو قطی یا که 6 ای قطی میم یا 3 ای قطی. فهمو؟ 3 ای نیوک میریم 3 ای ار رفتیم جمعی 2 ای ضرب 3 ار 6 ای ار جمعی 3 ای ار دیگه یا بار دیگه 3 ای ار 6 نه 6 9 میشه با جمع 3 دیگه 12 ای ار 12 ای ار ار اکویوالنتی برابر میشه با 12 ای ار تقسیم 3 ای به این میره 4 ار 12 تقسیم 3 4 میشه 12 ار تقسیم 3 هم خیلی انا این یک مقاومت یک وای دیگه 222 یا 219 219 خوبتره. انا 219 الکی خوبتره که به همین اصول کار کنیم. بعضی زنجیرها را میشه که هم به اصول کار کنیم و هر دی اصول ها برابر قوه کار میکنن. یعنی که یک اصول قطعی تستر ببرویا گفته یا بعضی اصول ها تستر میبرن جواب بعضیش دیر مشکل تر. فهمو؟ نه که بعضی او واسطه مسئله های مسئله اصول هم اصول اوله همون پای در پای پارالیل تام. انا درجه اینجا значит پلوس میشه جا مینوس. فهمیده نه؟ اینجا ا میشه اینجا ب یک تا دو تا سه تا همش ارای با زور میشه. جای ای همه در زنجیر تقسیم شدگی نگاه کنین. یکمش یکی شما میتونین همین سیما را دیل خواهنمود قطع کنین. فهمیده نه؟ نه کی نه گیره ها را نه گیره نمیدونن جدا نکنین. یعنی که نمی سیما اگر قطع کنین نگاه کنین قطع کنین چه میشه؟ اینا را میگم که یکمش نه دیمش نه سیمش اینا را قطع میکنیم اینا را هم قطع میکنیم اینا اینجا اینا خطا کو اینا خطا با خط درست میکنیم. فهمو؟ اینا خیلی با اینا خطا آبشی گیره هوایی نکرده با اینا خط درست میکنیم. یعنی که یکمگیش چه میشه؟ یکمگیش میشه اینا خیلی اینجا توچکای ا اینا خیلی اینا یکمگی ندیدین این خیلی روز کردم اینجا سیمگی اینجا دیمگی دیدین اینجا وقت اینجا هم روز کردم پایین اومد این هم روز کردم بالا رفت. انا که در این بین این نقطه ها چی دارم؟ سه تا پای این خیلی این خیلی دارم. فهمیدین؟ باز میره که فهمید این می اسم خیلی بود این خیلی بود این خیلی ایش خیلی بود. او یعنی که قسمی تقسیم شدگی نمیجه های و گفتیم که در قسمی تقسیم شدگی در مقاومت کلونی چی میتیم؟ ای خورد میتیم. این ما پروستا برای مثال آوردم نه که ایش ها انا که قسمی تقسیم شدگی ممکنه اینا این اینجا اومده زنجیر دو تقسیم شده دیدین دو تقسیم یادش میره 3 ار 3 تا یادش میوه یک ار. فهمو؟ یعنی انا میجه دمو میتیم چی؟ ای خورد میتیم. یکم جریان را معاینه کنیم پلوس کنیم اینا پلوس نه طرف مینوس میروند تقریبا سمت جریان را معاینه میکنیم اینا. بعد جریان میتیم ای دادیم در ای هم значит ای میروه در ای هم ای برای که هر سهش چی هم پای در پای هم. انا که یا وقتی 3 ارن نگاه کنیم فرق پتانسیل با این راه و با این راه باید داخل باشه. مقاومت ای یک ارای نگاه کنیم جریان ای ضرب مقاومت ای میشه فرق پتانسیل بین همین نقطه ها با واسطه ای رو. فهمو؟ این جریان ها ضرب مقاومت هاشون با سومشون. یعنی که نگاه کنید ای ار جمع ای ار جمع ای ار 3 ای ار ای رو خطی میته ای رو خطی باید 3 ای ار بته. فهمو؟ ای رو خطی 3 ای ار کشید باید ای رو خطی هم 3 ای ار بشه و ای رو این ار داره چند ای بتیم که 3 ای ار شوه 3 ای
فهمیدین؟ اینجا 3 ای اومد، اینجا ای اومد. اینجا چند ای میشه؟ 4 ای. اینجا 3 ای رفت، اونجا ای رفت. اینجا значит 4 ای رفت. انا ای نولی مو هم میشه 4 ای. فهمو؟ بنویسیم ای نولی مو برابر 4 ای فی ا طرح فی ب برابر میشه با اینا رو خط میریم 4 ای ار جمعی اینجا 3 ای ار 7 میشه جمعی 4 دیگه 11 ای ار انا که ار اکویوالنتی برابر میشه با 11 ای ار تقسیمی 4 ای میشه 11 4 ار ها. اینا مثال یک یک مثال دیگر. انا اکنون ما سیمتری را گذاشتنی بدم. سیمتریا هازی ای اصولی که از ما گذاشتیم مقصد اساسا سیمتری ما باید میگذاشتم. این بگیم یک فوندامنت برای همون اصول. فهمیدین؟ ولی دوام داره. دوام موضوع میره با زنجیرهای سیمتری. با همون خیلی زنجیرهای سیمتری زنجیرهایی که یکمش گفتیم که همه مقاومت‌های همون برابر است. فهمو؟ نه که میتونه برابر نباشه. به استفاده از سیمتریا یک بار دیگر همین چهارم او رو 227 که یک چند سال پیش ما در کانال کار کردگی بودیم 227 بله شما همون ورقه بود کنین که همون ورقه بود کنین تو درس دیگره بله خب 229 الان 229 سیمتریا 227 ما یک چند سال پیش در کانال کار کردگی بودیم 227 نه 227 باز 29 هم میبینیم کار کردگی بودیم با همون اصولی که چی پارالل حساب میکنیم با پای در پای با هم خیلی فهمو یعنی با ترتیب نه که با جریان سر میتیم یکم زنجیره تصویر میکنیم زنجیره اول تصویر میکنیم بله خب آزی میمونم انا همش ارای ار برابر است با 5 از 10 5 اوم همش ار خب یکم چیکار میکنیم پلوس مینوس هم معاین میکنیم پلوس مینوس یعنی توچکه ا نقطه ب جریان ها را تقریبا سر میدونیم که از پلوس به مینوس میرن اینای خیلی تقریبا یعنی که بعضی مقاومت ها در انیق کرده نمیشه که جریان این طرف میره یا اون طرف بعضی زنجیره دازی 11 24 انیقه اینا تقریبا همش انم خیلی میره تقریبا بعضیش اگر مینوس کی برومد بعد میگیم که باز نش این طرفه خیر جایی که از همه در بسیارتر زنجیر تقسیم شده اینم جای نگاه کن اینجا میویا ای نول میگیم اینجا میبرویا ای نول تقسیم میشه حالا که سه تا یک دو سه بو اینجا میویا یک که از تقسیم شده میره بو تقسیم میشه بو اینجا بو تقسیم میشه فهمو انا اخیرا تقسیم شدگیش اینه جای نه که ایجاد مقاومت زیادتر داره دیدین برای همون ایجاد همون توک ایرا در اخیران جای تقسیم شدگی در مقاومت زیادتر در مقاومت کلونی ما جریان ای خورد سر میتیم ایده که ای خورد سر داره پس ایده هم ای خورد میگذره برای که یا پای در پایان انا که با از این نقطه تا این نقطه را باید فی ا طرفی بیت شوه برابر شوه برای این ایره افتن وقتی ای رو خطی اومدیم ای ار جمع ای ار با ای رو د ای ار میشوه فرق پتانسیل با ای رو هم باید د ای ار شوه یعنی که ایش د ای میتیم فهمو یعنی فرق پتانسیل ای رو خطی د ای ار کشید ای رو خطی هم د ای ار میشه انا ایره که یافتیم با این ایده میوبیم با واسطه قاعده یکمی کیرکوف سومه هر دینه یو این ایده برابره یعنی که ای میویا ای باید 3 ای باشه دیدین ای جمع د ای 3 ای باشه
انا که نگاه کنید ما همین سکنجایی که درجه داشتیم که نه دو طرفش معاین کردیم ایشونا سیم طرفش هم معاین کرده توانستیم او اساسا قاعده یکمی دویمی کیرکوف بود همون فی ا طرف ب بعد روح باید اخر باشه که قاعده دویمی کیرکوف های بگیم خطا نمیکنیم فهمو قاعده دویمی کیرکوف یا کی خیلی میگیریم فی این همیجا تعریفی همیجا خودش نول میشه اگر یک رو بزنیم نول میشه این که میاریم ای ار د ای ار اینجا مینوس دی ار دیگه نول میشه فهمو برای که مقابل غلطی داشتیم انا این سه کنجا باشه این ایرا معاین کردیم این قطعی زچ ایرا معاین کردن ممکن است فهمو با واسطه این ایجا و ایجا فرق پتانسیلش این خیلی اومدیم 3 ای ار جمع 2 ای ار 5 ای ار هم میگم 3 ای ار جمع 2 ای ار زچ ایجا 5 ای میگذره زچ با ایجا فهمو 5 ای انا ایجا 5 ای که گذشت ایجا 3 ای زچ ایجا 5 3 8 ای میگذرد انا ایرا 8 تا قطعی 5 معاین کردیم کدومش معاین کردن ممکنه فرق پتانسیل قطعی این ایرا قطعی میایم 8 5 8 5 13 زنش ایجا دارم 13 ای میگذره این ایجا 13 اومد 5 اومد 2 اومد 1 اینه 1 ای 1 اومد 1 جمع 2 3 3 جمع 5 8 8 جمع 13 چند 21 ای از فهمیدین نه چه خیلی افتیم همه یو جمع شدن یعنی که برای همه گیره قاعده یکمی کیرکوفه سوم جریان که میدره با سوم جریان که میبره برابره یا که سوم الگبرای جریان ها با نول برابر انا ایش از میابیم 13 های جا 21 چند میشه 34 ای ار این طرف هم زنچی 34 ای میگذره فهمیده نه که مو اینو باید معاین کنیم یا که اینو ایجاد هم معاین کنیم باید همون چیز برویا ایجاد هم معاین کنیم باید همون چیز برویا این ایجاد نگاه کنیم 21 جمع 34 برابری 55 ای فهمو زوری ای اصول دا چیه که از ما رو فهمونده سم بگفتید وقتی شما همین اصول کار میکنین دیگه یک ساعت خیلی یک سکونده خیلی میگین ای 2 ای 1 جمع 1 2 3 جمع 2 5 5 جمع 3 8 8 جمع 5 13 13 با اینا رو جمع کنیم 21 بشه با 13 و 21 34 34 را سر بتین 34 جمع 21 55 ای بعد دیگه زنجیر زیوتی تصویر نمیکنه یک ساعت بگین اینا پای در پای پارالل چند بار پارالل نه آوردی این نو لایفتن 55 ای یا بار میسنجیم واسطه ایجا 8 13 34 13 و 8 چند میشه 21 زمین 34 با 55 این نو لایفتن فی تعریفی برای یفتن آسونه اینا این ای همه در آسونش قطع میریم نه مبین قطع میریم میشه 34 ای ار 34 ای ار فهمو ار اکویوالنتی برابر با فی تعریفی به تقسیم ای یعنی 34 تقسیم 55 ار ایمو 5 از 5 زد 3 از 4 میبره اینا جواب ما نمیشه 227 ماست گفتین 4 رو بینه یعنی فقط در زنجیر کار میکنین همین اصولا در زنجیر جریانا رو تقسیم میکنین انا سیمتری بیا که بالاخره سیمتری رو بگذاریم سیمتری این زنجیرهای سیمتری بیا از آسان ترینش شروع میکنیم آسان ترینش همون دو تا پای در پارالل 200 چند 28 بین خط 228 هم کار کنیم 228 نه ای اصول قطعی نه ای 228 اصلا وای میکنیم 228 ای خیلی یک کار میکنیم 228 نمیدونم چی با این خطا پروستا پیوست کرده یکم گیره با این نیشه باشه با او هم خیلی انا همین کار میکنیم یا که بیش کار کنیم بیش در این امجایت هم مقاومت داره نداره ببین یکم معاین میکنیم نگاه کنیم وقتی که دو تا سیمی که مقاومت ندارن کو در یک سیمی که مقاومت نداره بین دو نقطه پیوست شدگی است و این سیم همین نقطه هایی که پیوست شدگی با واسطه سیمی به مقاومت یعنی تقریبا به اعتبار نمیگیریم مقاومت بین همین دو نقطه پتانسیل بین همین دو نقطه برابر میشوند پتانسیل همین بین دو نقطه برابر میشوند چی با نگاه کنید اگر اینجا یگم نقطه x باشه اینجا نقطه y باشه x y که ما برای چوری کردیم برای که از کورشون میکنیم
بازی انیق نیست فی ایکس طرحی فی ایگریک برابر میشه با جریانی که بین همین دو نقطه میگذره ها ضرب اری ایکس اری همین مقاومت همین سیم وقتی که اری ایکس با 0 مایل میکنه تقریبا به اعتبار نمیگیریم مقاومت همین سیم نیست میگیم مقاومت نداره مثلا خودش بو مثلا میگه که مقاومت سیم های پیوست کننده رو به اعتبار نگیرید مقاومت اینا رو به اعتبار میگیریم مثلا یک مگا اوم ایش یک اوم یک اوم پیش یک مگا اوم در نول وقتی که نول شد این جریان یکم جریان میگذره فرض کنید یکم جریان که گذشت پس این نول نیست عدد غیر نولی ضرب نول میشه نول این طرف که نول شد فی ایکس طرف فی ایگریک که نول شد یعنی فی ایکس برابر میشه با فی ایگریک فهمو یعنی که پتانسیل همین نقطه ها برابرن انا که نقطه هایی که پتانسیلشون برابرن این چی معنا داره معنا داره که بین هم بوده همین نقطه ها رو میتونی که یک جا کنی یا که جدا کنی فهمو نقطه هایی که پتانسیلش برابره میتونی یک جا کنی یا که جدا کنی یا که یک نقطه رو میتونی دو نقطه تصور کنی نیم نقطه رو بگیری دو نقطه تصور کنی دو نقطه رو با یکم سیمی مقاومت نول پیوست کنی با همین چیز میشه نگاه کنید برای عموما میگم که این اینجا نقطه A کی باشه اینجا نقطه بیا I کلون میگه میجره اینجا B کلون انا اینجا I خورد B خورد همین I کلون I خوردمون هر چی یک برای که بین و یا یکم مقاومت نیست یعنی که پتانسیل همین نقطه پتانسیل همین نقطه یعنی که ما اگر نایسیم فی A تعریف فی B کلون این همون فی A تعریف فی B خورده فهمیدین هیچ فرق نداره ها برای که بین A و I خورد هیچ نیست بین B و B خوردم هیچ نیست یعنی که هرش یکم مشکل انا میخل اینای ب این اینجا میگم ب اشتریخ بین ب و ب اشتریخ هم هیچی نیست بلو قطعی پیوستم یک راه قطعی فرق نداره این راه قطعی اگر میلیارد ار هم باشه یک راه قطعی اگر یک مقاومت نباشه همون راه قطعی اوجه بای میشه پتانسیلشون برابر میشه فهمو فی ب با فی ب اشتریخ برابر است پس ب را قطعی ب اشتریخ ما میتونیم که در زنجیری که باز تصویر کردگیم چور کنیم همچون یک نقطه تصور کنیم و در واریانت A این واریانت B های واریانت A هست این A قطعی اش نیم اشتریخ میشه واریانت A ده اینجا هیچ نیست نگی در واریانت B هست ما برای اون واریانت B شگیریم که کمتر مشکل تره میگیر مینایسم زنجیره باز تصویر میکنیم نقطه A اینا A پلوس اینجا است اوقا مهم نیست ای A رفتگی نگاه کنید دو تقسیمش دیگه دو تقسیم اینا یک میگم میره دو یک دو دو رفتگی نقطه سه اینا دیدین ایش رفتگی نقطه ب اشتریخ یا که ب هر چه اجرا کردم ب و ب اشتریخ اجرا کردم فهمو انا از بس که ب اوجه بر اومده برای اون بره اینجا میارم اینجا میارم بره ب یا ب اشتریخ یا که خیلی همون ب کلون اینا فهمو این اینجا این همی اومد یکیمون به اشتریخ اومد گویا که همی به اینایی به اومد یکیمون اومد و به رسید گویا که همی به اشتریخ یعنی به اشتریخ به هیچ فرق ندارن به اشتریخ دکی رسید گویا که به در رسید تمام اباینی به و سه چیه این اباینی به و سه ندیدین اینا میگم اینا روز میگم که سه اینا میگم چهارش روز اومد معلومه که بین سه و به های یعنی کی نه خیلی ها چهار یعنی چهار گرفتیم یک در گرفتیم سه کنین سه مو بین چه بشتریخ سه بشتریخ سه مو بین بشتریخ سه یعنی که بو بین همیو سه مو بین بشتریخ سه یعنی که بعد بو همیو یعنی که نه خیر سه فهمو الو فهمو این را میتونیم که همون چقدر کار کنیم جریان تقسیم کنیم اینجا تقسیم کنیم ای خورد بیا تز ما تقسیم کنیم ای خورد اینجا میشه دو ای میگذره اینجا برای که جمع میشه ها این اگه ای خیلی میریم دو ای پلوس یک اینجا سه ای میگذره برای که ای خیلی اگر بریم دو ای ار پلوس یک ار سه ای ار ها این خیلی بریم اگر سه ای نولیمو ها بالا چی بسه برای که این نقطه بین نقطه میریم این دو ای ار جمع یک ای ار سه ای ار این خیلی هم بریم سه ای ار سه و دو پنج ای میشه و کی فهمیدی شرفا انا که اری اکویوالنتی برابر فی ا مینوس فی ب بالا قطع میریم سه ای ار تقسیم 5 ای این برابر 3 تقسیم 5 ار فهمو 0.6 ار انا اگر اینجا چی باشه چی اینجا مقاومت باشه واریانت ویش این خیلی میشه این نقطه ا میره نقطه ب ا اینجا اونجا د میشه به اشتریخ اگر کی اینجا مقاومت باشه
اینجا مقاومت باشه. نبین وریانتی ویشن این خیلی باشه اگر یعنی که اینجا رو میگیم نقطه I خورد، اینجا رو میگیم B خورد، اینجا رو میگیم C خورد، اینجا رو میگیم D خورد. میبینیم I add تا میره یک دو میره نقطه دش نقطه C میره اینا یکش نقطه D ها بین D و C تا دیگه داریم C اینا بین I D با بره میره با I C با بره I D با بره I C با بره اینا این خیلی میشه اینا میگن ماست اگر همش برابر باشن ماستیک چی خیلی اینا میتونه که ار 1 باشه اینا میتونه ار 2 میتونه که ار 3 اینا میتونه ار 4 اینا میتونه ار ایکس مبنگی و شرطی اون که مبنگی کار میکنه یعنی با واسطه مبنگی جریان میگذره ای کی ماستیک میگن اینا ماستیک وقتی نه مبنگیش کار میکنه با شرطی که نسبت اینا می ار 1 تقسیم ار 2 برابر باشه با نسبت ار 3 تقسیم ار 4 چی با از من نمیگم چی با همه خیلی باشن که این کار میکنن نمیگم پس هم خدایتون گیرین که وقتی نه مبنگی رو با اعتبار میگیرن که نسبت ار 1 تقسیم ار 2 نبرات اخی وقتی همین برابری اجرا شد مبنگی رو خط میزنه فهمیدین یعنی که اگر ار 1 تقسیم ار 2 برابر باشه با ار 3 تقسیم ار 4 در ماستیک پس پتانسیل نقطه 3 و 2 برابرن پتانسیل این نقطه که برابر باشن این نقطه رو میتونیم بچسبونیم چه که درجه پتانسیل برابر چسبونیم کو این یه بار دیگه استا میگم وقتی که در ماستیک نسبت ار 1 تقسیم ار 2 بالایی تقسیم پایینی و با طرف راستش طرف چپی طرف راست نسبت ار 3 تقسیم ار 4 برابر باشن مبنگی کار نمیکنه پتانسیل بین نقطه 3 و 2 برابر میشوند پس ما میتونیم نقطه 3 و 2 را بچسبونیم وقتی چسبوندیم ار 1 قطعی ار 2 پارالل میشوه ار 3 قطعی ار 4 پارالل میشوه فهمیدین و با عمومی یا قطعی عمومی پای در پای میشوه نکی اگر که برابری اجرا نشوه بعد دیگه خیلی کارش میکنیم بعد اوشال میبینیم اگر وقت چی یعنی که همین ما چیش میخلای آنا نکی در حالت ما همش اره ار تقسیم ار 1 ار تقسیم ار 1 یعنی که کار برابری وجود داره در حالت ما پس مبنگی کار نمیکنه ار قطعی ار پارالل دو مقاومت پارالل برابر کم میشوه ار تقسیم 2 ار با ار تقسیم 2 ار تقسیم 2 جمع ار تقسیم 2 مقاومت عمومی میشه ار این میشه ار مقاومت عمومیش بیا خیلی که نمویش که این اینجا نداره کو همون هم یا برا وای کنیم ببینیم اینا دو سیم هرش ندارن پس ما میگیم که اینه ای خورد اینه بی خورد اینه ای را میگیم که نگاه کنید دیدین سه نمیگیم به اشتریخ میگیم میشد اینه ای را میگیم که اشتریخ پس میگم که اینه ا دارم اشتریخ هم ده همی جای یا جایشون کردم فهمو از ا میبرویا اینه یک داریم دو داریم سه داریم ای ا میبرویا یک از اشتریخ میبرویا دو و سه یعنی که هر سیش ای ا اشتریخ اینجا میبروین یک تا دو تا سه تا یک دو سه ترتیبشون فرق نداره با ب میدرویا سیمگی با ب میدرویا دیمگی با ب میدرویا یکمگی همشون میرون ب دا میدرویان فهمیدین سه تا پارالل مقاومت اون میشه ار تقسیمی سه ای بچه سیمتری دانه اومده استین سیمتری هیچ نکی سیمتری دا بین سیمتری را دیدن در کار بیا ما تیرهای سیمتری را میفهمونم بعد یک مسئله کار میکنم دیگه سیمتری را ممکن در با موضوع های بعد بیا کمی 229 را کار کنیم 229 در 229 سیمتری رو میفهمون موز چی با 230 را یکم کار کنیم آسان تره نگاه کنید در 229 چورکنجه یک گلک کشیدگی مقاومت در 229 نه کامera ده کو بیا ببین تو ما نشون میدم در کامera که اگر کسی کتاب نداشته باشه 229 این مسئله تمام این مسئله رو میبینیم بعد نیوش اگر بخشید میبینیم خیر نکی در جای اگر چورکنجه کشیدگی ما چورکنجه نمیکشم ما فقط این خیلی تصویر میکنم سیم تصویر میکنم میگم مقاومت همین اره به این هم در رسم چورکنجه کشیدگی میگم مقاومتش اره این سیم تصویر میکنم میگم مقاومتش اره اینا
اینجا باید دیگه خیلی باید دیگه خیلی باید دیگه خیلی باید دیگه همین خلاص اینجا برآمد اینجا پلوس اینجا مینوس انا این خیلی این خیلی این خیلی مقاومت هر کدومش ار اینجا مرکز زنجیر نگاه میکنیم تیری سیمتری معناش برابر قوگی یک اگر که ترجمه کنیم برابر قوه یعنی که در همین زنجیر ما میتونیم تیرهای سیمتری را وارد کنیم تیرهای سیمتری را وارد کنیم هسته سیمتری بد плохая سیمتری میگن سیمتری بزیب نومش هم خیلی سیمتری بد نومش نکتش بد نیست سیمتری هست значит خوبه با هسته хорошая سیمتری خوب بعد به خاطر اینکه وقتی که ما همون تیر میگذاریم این طرفش با این طرفش پلوس مینوس فرق میکنه وقتی ما نسبت به همون تیر توپ دادیم پلوس مینوس جوش برآمد درآمد جوشان عوض میکنن مثال این همین زنجیر نسبت به این همین تیرم خط اومد خیلی اینا بیا خط کبوتر نشون اینا یعنی تیر نسبت به همین تیر زنجیر سیمتریه اینجا سفید هسته اینجا سفید هسته اینا دم هسته اینا یعنی که یعنی تیر سیمتری هم قد یعنی تیر سفید رفته گه یعنی سیمتری چی من داره معناش که نسبت به همین تیر اگر ما زنجیره گیریم نمی زنجیری ما اینا تیر فهمیدین نه نسبت به همین تیر 180 گرادوس تو تیم زنجیره این کتابای این طرف سفیده این طرفش خیلی سرخ اساسا این طرفش هم سفید میشه فهمیدین این زنجیره وقتی تو دادیم هیچ تغییر نمیوبه فهمو و گپ درباره تقسیم شوی جریان‌ها اگر ما در این نمیجه یگام جریانی همه در جایی که زنجیر تقسیم شده دیگه 20 تا نمیجه اینا در جای یگام جریانی ای سر دیم و همین زنجیر توپ دادیم همین ای پایان میغلطه در همین جا ای باید ای سر دیم در اساس همیش سیمتری ما میتونیم در همین جا ای سر بدیم در اساس یگام چیز دیگه نمیتونیم میشه مثلا پتانسیل حساب کنید چیکار مشکل میشه دیگه سیمتری هم خیلی در حال ما میتونیم در اساس سیمتری بگیم که اینجا هم ای میگذره فهمو خیر و این سیمتری که تیرش ای پلوس و مینوس میره نامش سیمتری خوب فهمو سیمتری خوب واسه سیمتری بد سیمتری بد بزب نه سیمتری بد این خیلی که واسه این مسئله هست در فکر این مسئله ده سیمتری خوب هم داریم بد هم داریم دیگه از ما در سیمتری خوب نشون نمیتونم این نشون نمیتونم سیمتری بد نشون میتونم اون را کبوت خط نشون داریم این را خط نشون نه این همی تیر در اطراف همه اگر نه پلوس باشه نه مینوس در اطراف همه تیر اگر زنجیر توپ دیم اوکی توپ دیم پلوس جای مینوس میره مینوس جای پلوس برای اون نامش میگن نامش سیمتری بده نکی در همه جا وقتی در اساس سیمتری بعد ما چیکار کرده میتونیم این ای تیری که ما کردیم وقتی که جریان ای سر دادیم فرقی بین ای و او ای کی در سیمتری خوب وقتی ما تو دادیم زنجیره یا که سمت جریان دادیم تو دادیم این خیلی غلطه همون طرف در اینجا این سمت جریان این خط میتیم وقتی این خط دادیم جریان ما این خیلی غلطه نه که ما مقابلش میگیریم همون خیلی که غلطی در تو دادن نمیگیریم برای اون نامش سیمتری بده اینا میگیم تو میتیم میشه این خیلی غلطه نه که ما این خیلی سر میتیم در اساس همه این اجازه هم ای میگذره فهمو همین زنجیر ما سیمتری خوب هم داره اینا مشکسته سیمتری خوبش اینا این تیر همین زنجیر اگر این خیلی تو بتیم این در اساس سیمتری خوب این خیلی تو بتیم این اجازه ای میگذره اجازه هم ای میگذره اینا فهمو و این اجازه هم ای میگذره مثلا ای خورد میگذره اجازه هم ای خورد میگذره فهمو با یک چیز دیگه داره سیمتری بعد تیری سیمتری بعد در کدام نقطه هایی که جایگیر باشن پتانسیلشون خیلی در سیمتری بعد تیرش در کدام نقطه هایی که جایگیر باشن پتانسیلشون برابره از نقطه هایی که پتانسیلشون برابره در بینشون مقاومت باشه کار نمیکنه فهمیدین یعنی که اینایی قطعی کار نمیکنه اینا یا کار نمیکنه فهمو اوزی ایده برمیگردیم خیبین این چیز ما را وای نمیکنه میشد نمیکنه برای چی برای که ما در همه مسئله را حل میکنیم ما اگه ifade نمی‌نویسیم انا برای اون زنجیری سیمتری فهمیدنش ضروره در همین زنجیر هم سیمتری بعد داره اینا
اینا یعنی که اگر ما در اینجا این سیمتری بعد دمو چی میتونیم نگاه کنیم اینا اینجا ای سر میتیم در هم خیلی حالت ما در خوبه که در اینجا ای سر نتیم در جایی که همه در 20 تقسیمش دیگه این اینجا در سر تیم انا اینجا ما ای سر میتیم برای چی برای که ای با ما امکانیت میده که در این اینجا را بفهمم که چند چی میگذره سیمتری بعد دادیم اینا زنجیره که تو دادیم این که میگه زنجیره که تو دادیم این میگه نه که ما سمچه مقابل میگیریم برای که سیمتری بعد تو دادیم انا اینجا دام زنجیر ای میگذره فهمو انا که نه کنتوری سکن جای نه کنتور ایس خطی رفتیم اگر ای ار ایس خطی باید 2 ای شوا هم خیلی زنجیر اینجا 2 ای میگذره انا زنجیر اینجا دام 2 ای میگذره در اساس سیمتری خوب اینا 2 ای انا یو اتراجات میشن اینیکوس میوبن اینا یو هم اینا خیلی اینیکوس میوبن اینجا دام ای ها یکم ما خطا کردم اول در باید ما تقریبا چی را سمت نشون میدادیم نه سمتی را نشون میدادیم نه که تقریبا هم خیلی شد اگه نگاه کنین این اینجا ای دیدین ای د ای значит اینجا سه ای значит اینجا هم سه ای значит اینجا هم سه ای دیگه حساب نمیکنیم برای که سیمتری هست دیدی تو میتونی این خمیقتا پروش میگیریم اینجا دام سه ای این ای سه ای حسابی که اینجا سه ای پیدا شد فهمو این ای سه ای حسابی که اینجا سه ای پیدا شد ای سه ای حسابی که اینجا سه ای اوکی حسابی نه مثلا اونجا زنجیر امی زنجیر آسونی بده همش دای افته می نه افته اینا سه ای سه ای ار 4 ای ار значит اینجا 4 ای میگذره که تو 4 ای ار شوا پاتنس انا خیلی جام اینا سیمتری تو میتیم اینجا 4 ای تمام فی ا تعریفی به همین موبایل خط میریم 4 ار 8 ای ار فهمو ای اپشیمون ای اپشی اینا ای اپشی 3 4 3 6 4 10 هم خیلی میشه ای اپشیمون 10 ای ار اکویوالنتی 8 تقسیم 10 یا 4 تقسیم 5 ار اینا فهمیدین انا کیش حساب میکنه این اینجا ای رفت اینجا نگاه کن این اینجا کار نکرد دیدین کی احمد اینجا وقتی کار نکرد این ای کنترل میبینیم یعنی یک تمای داغ نه برای کی کار نمیکنه خیلی ای 4 ار میشه موبایل قطعا باید بریم 4 ار شوا اینجا تا ار داریم значит اینجا د ای میگذره د ای برای که د ار جمع د ار میشه 4 ار فهمو انا значит ای اپشیمون در اینجا ای د ای 4 ای یک د 4 ای ار اکویوالنتی مون در اینجا میشه که موبایل خط میریم د ار جمع د ار 4 ای ار تقسیم 4 ای اری خالی فهمو یا که آسانه یا ار د ار 3 4 ار د ار 4 2 میشه 2 1 میشه مثلا او خیلی میشه مشکل میشه اینا میشه که اینا یک چند معلوماتی اولیو مسئله عادی در سیمتری هستن و خوب حساب کردن مثال هست خواهشاً نصیب در نوارهای آینده در درس آینده خشم کار میکنیم اگر شید نوارا میگیریم